سلام. امروز چون هوا آفتابیه بعد از چند روز بارونی اومدم به درختام کود بدم و برای کود دادن درخت ما 4 تا چاله زیر درختامو میکنیم. چالش زیاد عمیق نیست، یه چاله 10 سانت تا 20 سانت به فاصله 1 متر میکنیم. اینم کودمونه. کودو به اندازه نصف استکانی، الان استکانهای خیلی کوچولویه، نصف استکان داخل چاله میریزیم و این چاله رو پر میکنیم دوباره با همون گلی که کندی پر میکنیم. همین کار رو برای همه چاله ها زیر همه درخت ها انجام بدیم. الان همه درخت ها نگاه چاله کنده است و همین کودو توی چاله ها میریزیم. این درخت خرمالوی منه، امسال ماشاءالله خیلی برام خرمالو آورد و زیرش 4 تا چاله کندم و همین کود که شامل پتاس، فسفر، منیزیم و چند تا کود دیگه باش قاطی شده. اینا کودای شیمیایی هستن که دارم من به درختام میدم و متاسفانه کود شیمیایی معمولاً دیر جواب میده ولی بهترین کود نیست. بهترین کود برای درختان کود خاکستر چوب، زغال چوبه. بهترین کود اونه، یا همون کود حیوانی هم میتونیم استفاده کنیم. بهترین کود برای درختانه. اما متاسفانه من در پاییز دیگه مجبور شدم چون اونا در دسترس نداشتم از بیرون تهیه کردم و به درختام دارم میدم. این کود پاییزی دارم در پاییز میدم و در زمستان دوباره کود تکرار میشه. ممنون از همه شما.